امروزها بیماری‌های چون ویچ و سپید جامعه جهان را نگران کرده است. این بیماری‌ها در نتیجه بی‌اعتنایی کردن می‌تواند نسل انسانیت را به نیستی برد. متاسفانه امروزها این وبای عصر در تاجیکستان نیز در حال رشد میباشد. قهرمان برنامه ما زنی 47 ساله که طول 6 سال می شود به بیماری ویچ گرفتار است، ولی به همه مشکلی و مشقت ها نگاه نکرده تا حال با بیماری مذکور مبارزه میبرد. بیایید اصل واقعه را از زبان خود او بشنویم. چگونه شما به این بیماری گرفتار شده؟ 6 سال پیش من اساسا خودم که دونر بودم رفتم تشخیصم گذارم و خونما سپرم، لیکن همون چون که من به سرازو نگفتم گفته که پگده که من پگش باید پیش دکتر کالونشون در آمدم، همونجا بفهمیدم که من این ویروس به مبتلا شدگی. اساسا این قشن هم ندانستم، بعد همین سوال جواب کردم، همین فهمیدیم که یا وقتی که دندان کنیده یا وقتی که من با خون گذراندگی بودم دکتر ویزیت من معین همون وقت شدگی بوده استم، لیکن یک سال وجودم بوده از گفتم. راستی گپ که من همین فهمیدم من باوری نکردم. همون چین به دکتر خانه برو اومدم و خونه رفتن نمیخواستم، با همونجا باغ باشتم واسه کده گیره کدگی بودم. فرزند دارم، 2 فرزند دارم. خونه پدر و مادر به زندگی میکردم. سهر میبرو اومدم نیست پیش خانه در اومدم که گودکم خواب کنم با من درام گفته ای دور تماشاشو میکردم و شب و روز بعد گیره میکردم که بین که خداوند یک خیلی با فرزند داداغی فرزند داغنو فقط با امیدم فرزنددار شدم، لیکن من فرزند دارم و لیکن در آغوش خودم گرفته نمیتونم، مهر مادری من دادن نمیتونم. یکم آدمی که من گفتم همه دوگانه نزدیکم بود، چند روز تلفن میکرد، تلفنش رو برداشتم، بعد SMS نویست، بعد ما با خودم با گفت که چکو کرد تو خیلی خاموش بودم، با گفت که نخیر تو من با باور نکنی. با همین خیلی من طرفی روش نگاه کردم و گفتم که من همین در با دوچار شدم، من ویچ دارم، من میمرد هستم، فرزندم چی میشه؟ فقط من با یکم سوال به سرم که اگر من مرم فرزندم چی میشه و کی با در کار میشوم. رحمت همین انسان خوب دوگانم با که دل برداری کرد. اگر همون انسان بهر دل من خیلی قفص هم تله کردم میگفت که تو درمنده تو در کار نه، البته من امیدم میکندم. این زمان خانواده شما خبر دارن که شما به این بیماری گرفتار شده؟ یک خیلیش میدونند یک خیلیش نمیدونند. وقتی فهمیدن شما رو چگونه قبول کردن؟ میشد که سر دسترخوان به مخروی راست میگفتن که نشه، یکی کودکای بسیار آغوشات با نگیر ما چگونه نکن، هر خیلی میشد خانه به هم نفهمید. یک کلمه گپ میگفتن هفتهاش کتی شب و روزاش کتی فکر میکردم که چی با اینو منم خیلی میکنم، چگونه دارم که همینو وای میکنم. یک خیلی پایتو گیره کردم میگفتم که این در وجودم کده خونم یگون ضرورم نیست که ضرر من نمیرسد، چی باید خیلی میکنی تو؟ خیلی میگن که آدمای خیلی کتی یک دسترخوان شدن در کار نیست، کتیشون یک جا با خواب کردن در کار نیست. یک خیلی پایتو بود که همون با بازی نکن میگفتن، نمیدونستم چی کنم برای که بیوم همون نبود. وقتی که شما مبتلای همین ویروس گشتید بعد از چند وقت آگاهی پیدا کردید که شما بیماری؟ من همین 8 ماه 9 ماه مزم نبود، قدش کمرا بودم و لیکن نیست که همین خراب شدن سر کردم. یکون جون در نمیکردم 3-4 روز که نغز میکردم یک برای که میرفتم به قوتی خودم به قوتی بود از جای جا خسته نمیتونستم 3-4 روز هم خیلی میشدم با میخستم و که میرفتم میگشتم شبای خیلی شدستم گفته خودم حیران میموندم. وقتی شما فهمیدید که مبتلای این بیماریت شما رو چه حسیات فرا گرفت؟ ناامیدی امیدم کندم، برای که همونجا به یکی از دکترها گفتن که فرزند داری؟ ما گفتم خونه و شوهر داری؟ ما گفتم نه. خانه داری؟ نه. تو میموری کن، تو موری فرزندت که با در کن.
بعد یعنی هر یک وقت ما هر یک ثانیه ما حساب میکردگی شد. فرزندانتون با شما چگونه رفتار میکنند؟ فرزندم نمیدونستم. فرزندم که مایده بودن نمیدونستم. حاضر که کلان شدن اول پسرم با گفتم حیران و لال موند. حیران و لال مونده، ولی که خدا با شکر که من معلومات میدادم. من میگفتم که همی خیل تقدیرش به تعم داد برداری میکند. دخترچم با بعد 1.5 سال گفتم. بنا به گفته دیرکتور مرکزی تحقیقاتی و پیشگیری ویچ سپید، سیاره یارو طی سالهای آخر صف مراجعت کنندگان نسبت به سالهای گذشته افزوده است که اکثریت سرایت یافتگان را مردها تشکیل می‌دهند. اینچنین به این بیماری مکتب بچگان نیز مبتلا گشتند که صف آنها زیاده از 40 نفر را تشکیل می‌دهد. дар солҳои охир сатҳи муроҷиаткунандагон зиёд аст. сабаби оне ки корҳои фаҳмондадиҳӣ дар мобайни ҷомеа, дар мобайни ҷавонон зиёд гардидааст ва бисёр муроҷиат мекунанд, мехоҳанд саривақт дар бораи саломатии худ хабардор шаванд, оё дорои вирус ҳастанд ё не. ин нишондоди зиёд, нишондоди хуб аст ки марказҳо кор мекунанд, марказҳо сатҳи дониши аҳолиро нисбати вируси норасоии масмуният баланд карданд ва муроҷиаткунандон нисбатан ба солҳои дигар гӯем зиёд гардид. Доруҳое ки барои табобати вирус, яъне табобати зидди ретровирусӣ мегӯем, ройгон ба мардум пешниҳод карда мешавад. Табобати зидди ретровирусӣ бо мақсади се мақсад дода мешавад. Якум паст кардани сатҳи вирус дар организми одам. вақте ки сатҳи вирус дар организми одам паст мешавад, миқдори ҳуҷайраҳои имунӣ, яъне CD4 мегӯем, баланд мешавад ва сатҳи масмунияти одам баланд мешаваду ҳамин шахсе ки гирифтори вирус аст ба бемориҳои оппортунистӣ ё бемориҳои дуюмдараҷае ки дар марҳилаҳои сеюми чоруми саририи яъне ба қавли дигар спид гӯем, онҳоро пешгирӣ мекунад. сифати зиндагӣ дигар мешавад ва дарознокии умр ҳам баланд мешавад.